اگر قصد خرید موتور داری اونم کار کرده، تا انتهای ویدیو همراه من بمون. بخش اول میشه ظاهر. همیشه موتور رو با دقت نگاه کن، موتور تمیز رو نگاه کن که اگر خط و خشی داره، شکستگی داره، به چشمت بیاد. همیشه موتور رو سعی کن سرد استارت بزنی تا اگر عیب و ایرادی داره، صدای اضافه‌ای داره، همون اول متوجهش بشی. شماره شاسی روی موتور رو با برگ سبز تطابق بده تا به مشکل قانونی نخوری. خیلی به کیلومتر موتور توجه نکن. موتورها جدیدن زیاد دکتر میرن آمپول میخورن، همشون کیلومترشون کم شده. 4 تا المان رو رعایت کن. لاستیکاتو ببین، دیسکتو ببین که خط و خش داره یا نداره، وزنه‌های فرمون پلاستیک روی دسته ها رو ببین و چرم صندلی که در اثر فرسایش سایدگی رنگش میره. این نشون دهنده کارکرد واقعی موتورت میتونه تا حدودی باشه. و آخرین مورد، حتما موتورتو برای موتورساز حرفه‌ای موتورتو چک بکنه، چون همه موتورها گرون شدن. کوچکترین ایراد برات هزینه زیاد میذاره. ممنون که تا آخر ویدیو با من اومدی. پیج رو فالو کن، برای دوستات بفرست، این ویدیو رو هم ذخیره کن، یه روز به دردت میخوره.